سلام، من رامینم و این پادکست رامین تاکه. اگه داری این صدا رو میشنوی احتمالا تو هم مثل من یه وقتایی به این فکر کردی که این رابطه و عشقی که همه ازش حرف میزنن قرار بود پناهگاه باشه، نه یه میدون جنگ که آدمو فرسوده و افسرده تر بکنه. شاید تو همون کسی هستی که چندین سال توی تقویمت روزای تنهایی رو پشت سر گذاشتی، همون آدمی که شاید دهها بار، بیستها بار با کلی امید بند کفشاش رو سفت کرده، بهترین لباسش رو پوشیده، جلو آینه تمرین لبخند کرده، اما آخر شب با یه جمله مثل خوشحال شدم دیدمت ولی مثلا فکر نکنم به دردم بخوریم برگشتی خونه و در نهایت زل زدی به سقف. امروز نمیخوام از این نصیحت‌های زرد انگیزشی بهتون بگم، میخوام یه جراحی روحی بکنم. ببینیم تو این 10 دیت چه بلایی سر قلبت اومده و چرا با وجود تمام اینا اینکه هنوز سرپا ایستادی خودش یه جور ابرقهرمان بودنه. بخش اول راجع به شانس یا مهارته. وقتی تو خیابون راه میری و آدمایی رو میبینی که دست همدیگه رو گرفتن، کاپلایی که با همدیگه میخندن، مغزت سری شروع میکنه به سناریو نوشتن. با خودت میگی اونا حتما یه رازی رو میدونن که من بلد نیستم، یا حتما اونا خیلی از من کاملترن، خیلی جذابترن. اما بذار یه چیزی رو بهت بگم که شاید هضمش برات سخت باشه. این فکرها همش دروغه. رابطه داشتن ترکیبی از آمادگی خودت و شانس آماریه. دنیا پر از تطابقات تصادفیه. خیلی‌ها فقط تو زمان درست و مکان درست بودن. اینکه 10 بار 20 بار دیت رفتی و نشده معنیش نیست که مشکل از توه. معنیش اینه که تو قرعه کشی احتمالات هنوز اون تاس برنده برات نیومده. تنهایی طولانی گاهی بهای سنگینیه که داری واسه یه انتخاب درست میدی. تو نخواستی فقط برای اینکه صندلی روبروت خالی نباشه یه نفر رو همینجوری بشونی روش. و این یعنی دمت گرم، چون برای خودت ارزش قائلی، حتی اگه این ارزش قائل شدن بوی تنهایی بده. بخش دوم، چرا ریجکت شدن انقدر درد داره. بیاید در مورد اون لحظه ای حرف بزنیم که یه پیام میاد رو گوشید که مثلا نوشته بیا بهتره ما هم دوستای معمولی بمونیم. قشنگ حس میکنی یه چیزی توی سینت مچاله شده، نه؟ جالبه بدونیم فقط یه اصطلاح نیست. علم ثابت کرده وقتی ریجکت میشی دقیقا همون بخشایی از مغزت روشن میشه که وقتی پات میخوره به گوشه مبل و از درد نفست بند میاد، همون قسمت فعال میشه. مغز ما فرق بین شکست عشقی و شکستگی استخون رو نمیفهمه. درد درده. حتی یه سری تحقیقات عجیب نشون دادن که وقتی کسی خیلی طرد میشه خوردن یه قرص استامینوفن میتونه اون درد روانی رو یکم کاهش بده. اما مشکل اینجاست که ما نمیتونیم واسه 20 بار شکست، واسه هر بار دیتی که میریم و ایگنور میشیم مدام مسکن بخوریم. ما باید بدونیم این دردی که توی قلبت حس میکنی نشونه اینه که تو هنوز زنده ای. کسی که 20 بار نشنیده و هنوز درد رو حس میکنه یعنی قلبش سنگ نشده. تو 20 بار از یه تصادف عاطفی جون سالم به در بردی و هنوز داری ادامه میدی. بخش سوم، تله من چه مشکلی دارم. بعد از 10 یا 20 بار دیت رفتن و به نتیجه نرسیدن یه صدای توی سر آدم داد میزنه که حتما من یه ایرادی دارم. این بزرگترین دروغیه که تنهایی به خورد آدم میده. سینگل موندن برعکس اون چیزی که بقیه فکر میکنن لزوما یه نقص نیست. گاهی به خاطر اینه که دنیای درونی تو انقدر بزرگ و عمیق شده که هر کسی جرأت ورود بهشو نداره. تا حالا از این زاویه هستم بهش نگاه کرده بودی؟ تو این چند سال لایه‌هایی از خودتو شناختی که بقیه تو روابط دم دسته هیچ وقت بهش نمیرسن. 20 بار دیت رفتی، در واقع 20 جلسه خودشناسی فشرده بوده برات. تو الان میدونی خط قرمزات کجاست، چه جوری حرف بزنی، چی بهت آرامش میده و از چی بدت میاد. تو الان یه متخصص رابطه ای که فقط مونده کلینیک و مطبشو بزنه. و جالبه ما تو زمان اعتراضات داریم اینو ضبط میکنیم و اسمس نباید اصولا برامون بیاد، قطع تلفن ولی اسمس اومد. بگذاریم بخش پایانی. دمت گرم که هنوز میجنگی. دم رفتن ازت میخوام یه لحظه بری جلوی آینه، نه واسه اینکه دنبال یه ایراد جدید تو صورتت بگردی. برو که اون آدم رو ببینی، کسی که با وجود 10 بار 20 بار نشنیدن هنوز داره صبح بلند میشه، دوش میگیره، از رودکلوناشو میزنه، بهترین لباسشو میپوشه و به زندگی میگه بله. جامعه داره به اونایی که ازدواج کردن یا تو رابطن و کاپل دارن مدال میده. اما امروز من میخوام به تو مدال بدم، مدال پوست کلفتی عاطفی. امید داشتن تو دیت اول که کار سختی نیست، اما امید داشتن تو دیت 21 وقتی یه کوه از ریجکت شدن پشت سرته شجاعانه ترین کار دنیاست. اگه امشب تنهایی، اگه امشب هم سینگلی، یادت باشه تو مسیر رو داری میری که آخرش رابطه معمولی نیست. آخر این مسیر یه چیزیه که ارزش تمام اون 20 بار شکست رو داره. تو ضعیف نیستی، تو فقط داری سخت ترین امتحان صبر رو پس میدی.
پس تا قسمت بعد مراقب قلب صبورت باش. لایک کن، کامنت بذار، عشق بده تا عشق بگیری. جیگر تو. فعلا.